تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل سفارت انگلیس. صدها نفر از دانشجویان تهرانی از ظهر امروز مقابل سفارت انگلیس در خیابان فردوسی و همچنین باغ قلهک تجمع کردند تا به سیاست‌های ضد ایرانی دولت لندن اعتراض کنند. دانشجو بسیجی پیوندتان مبارک. رجایی امید تیم ما. اجازه بده من فقط یه سوال از این دولت انگلیس دارم. اجازه بده. چجوری آرسنال میره صدر جدول بعد بانک مرکزی ما رو تحریم میکنن؟ من قبول ندارم. بذار برم تو. شهر ما شهر میلانه، تیم ما آسه میلان. قطر ببرم تو حق قطر رو بگیرم. بذار من برم. بابا چه عجب داستانت. بابا حمله به این سفارت حق مسلم ماست. خونه سفیر کدوم بره؟ ما از اون خونه وزیر کدوم بره؟ از این بذار برم تو. بابا بذار من برم تو. بابا آقای ساجدینی اینا مثل توجیه نیستن اصلا. بابا خب بریم تو دیگه. این بچهای پایگاه مقداد همین یخچال رو بردن. بابا اون تابلو رو بده من. بابا تابلو من کس بده من. عجب داستانی این کردی. آقا درو نکن شلوار تنگ بوشیدم بابا جان. کیته دیگه خب بچا شلوغ نکن به همتون میرسه. آجی عجب لاشخوری هستی تو دیگه چرا اومدی اینجا؟ عجب داستان. بزن بگو مرگ بر کانتونا. بیان همه برو تو تو هم برو. عجب داستانی. اصلا خیلی عجب داستان. تو کجا قیافه به دانشجو میخوره؟ حالا ما رو بگید قیافه دانشجو رو داری. در پی این تجمع تعدادی از دانشجویان وارد سفارت شدند که با اقدام نیروی انتظامی معترضان از داخل سفارت خارج و چند نفر از آنها بازداشت شدند. چیزی نزدیک به 300-400 نفر تجمع کردند و چند نفری هم وارد سفارت انگلیس شدند و به هر حال ورود پیدا کردن به اون مجموعه. سریعا ما با پلیس دیپلماتیک هماهنگی لازم رو به عمل آوردیم. عوامل پلیس یگانه امدادمون حضور پیدا کردن در محل و با تمهیداتی که اتخاذ شد تعدادی از این افراد رو همکاران ما دستگیر کردن. ما تقصیریم حقیقت. ما نشسته بودیم تو پایگاه. آقا یه سید تر عملیاتی رو برداشت آورد گفت این حمله به سفارته. ما هم همینجوری خودجوش نشستیم پاتر. حالا مسئولیت ما تو این برنامه چی بود؟ جمع‌آوری اسناد تحریم بانک مرکزی بود که انگلیس ما رو کرده بود. سر همین قضیه وارد سفارت شدیم. اومدیم در اول نه در دوم پهلوی رو رد کردیم، تو راهرو انداختیم پاجر، اومدیم اتاقی بود. رفتیم وارد اتاق شدیم، عکس آج خانم و احتجابی رو زدن. میگفتم ملکه‌شونه. من خودم اینجا سر پایین اینجوری نگاه کردم. عکسو فرستادیم بخش حجاب و عفاف، دست برادرها هست. ان شاءالله امروز فردا بعد دستگیرش کنم. اما همچین حجابی که نمیشه تو خیابونا تهران قلهک اینا جا راه رفت که اصلا خوب نی. برای ما خوب نی. رفتیم توی اتاق دیگه دیدیم چند عکس مکس چسبونم این در و دیوار. این تروریستای معروف. فکر کنم همینا بودن که پشت قضیه تحریم جمهوری اسلامی رفتن دیگه. وگرنه ما تحریم آخه ما کجا این قیافه تحریم همشون هم ناکسا از این اسمای خارجی داشتن. جان و جیم جان تراولتا، یکشون جان تراولتا بود میگن خیلی معروفه. عکس یکشون هم کریستیبرگ بود، نمیدونم کرستیبرگ بود، نمیدونم نفوذی بوده. حالا من خودم اونجا فهمیدم. جالب اینجاست ما فکر کردیم ما تنها دانشجوهای خودجوشی هستیم که اومدیم اونجا، اما تو بقیه پایگاه کل تهران اون بالا پایین همه همینجوری خودجوش دانشجو شدن. یکی صورتش جوش زده بود، یکی موتورش جوش آورده بود، یکی جوش شیرین می‌خواست، یکی جوش سربالا زده بود رفته بود تا بالا دوخته بود اصلا به هم دیگه. می‌دونید داستان بجوش اون وسط. حالا من در انتها خواستم از این کاری که کردم خودم خیلی پشیمونم، احساس ندامت دارم. از این سردار ساجدینی هم که اینجا حضور دارن تشکر کنم شما خود اینجا حضور دارن تشکر میکنم از شما خانواده خواست که اینجا از میخوام من که متن اعتراف بقیه بچه‌ها خود خوشخطر بنویسم. من حقیقتا خودم مشکل دارم، چشام ضعیفه، نتونستم تو ضربه خوردم تو این جلسه که خوندنش مشکله. اگه بشه چیز بکنم مقصر اصلا هم سید بود که اینجا وایساده ناکس.
خودشون اینجا واسه من فکر کنم از من اون موقع زمانی که بهم طرح گفتم من فکر می‌کردم چون از بچه‌های ولایتن، ولی بعدش فهمیدم از بچه‌های امامتن. این قسمت آخرش بود و از قاضی پرونده هم تشکر میکنم که واقعا سنگ تموم گشتن برای ما، اشد مجازات رو برای ما در نظر گرفتن که شامل یه دستگاه پراید سفید از این بغلش طلایی داره، یه یخچال برامون گرفتن، 2 میلیون 2.5 میلیون پول نقد بهمون دادن که من تشکر میکنم. تا جایی که مسئولیت به بسیج برمیگرده ما گندو زدیم، حالا از مقام عظما میخوام که بقیه‌شو خودشون جمع و جور کنن. تشکر میکنم از حضور انور عالی. یا آقای ساجدی این قسمت خط آخرش نتونست.